نظر بدین چی رقم همین مایه به استفاده کنیم نه نظر مرغاکا بخوره؟ دوم شم دانش میمام تجربه خب گندم بجیرش دوستا عزیز سلام خدا کنه جارو صحتمند باشین دوستا خوش آمدین در امروز نه برنامه‌مون دوستا التماسی دعا سمیرا دانه برکده دیگه اینجا دیساشم مادر جان آوردن نگره اشته آب اشته اینه اشته اینی هم غلبیل اشته دیگه شانه میشتی؟ شوخیت شانه رو دکشاب تخت شانه شد نیه اینه نه چیز اشته دستا زیرویشت که سمیرا شه بردد اینه دستا هسته اینه شانه آو نگره اینیشم سرمه یال که نیه قلم برویه اینیشم غلبیل اینی غلبیل یارد اینی را دستا یک رسم قدیمی مادر جان اینی رسم رشت اجرات ده دیگه اینجا گندم جوش دیده منی دیگلی گندم جوش دیده ایرم برم گده دانش را میموگدم ایرم برا پیش مرغاق دید نده برودن سر دیگه دستا شما چی نظر میدین شما چیز نظر میدین در باره چیز خل دوا بلدین نشان بدین خاطر تاو میره که جنجال نه دیگه میگه قنجقه جولی سرخ پید کنه دیگه لیاف ده زیر جلا بودیم خود کمپر پید کنه گرمه و زبده تفت نبلوش نخود به نام خداوند بخشنده مهربان دوستان خوب نازنین بیننده های عزیزم سلام عزیزای دل خوش آمدین به امروزی برنامه از ما دیگر دوستان عزیز چطور هستین جان چجور خیرین خانواده محترم شد عزیزای دل خدا مجید و صحت من خوشحال باشین عزیزان برنامه رو اینجاشم شریک بدیم دوستان که نظر بدین والدین که ما چیکار کنیم خیلی پریشانیم و در فکر زیاده بدم برم که چرت بگیم یا ما دیگه شده این بسیار درد میشه حالا خیلی سالم باشه دیگه دوستان عزیز خدای جو مادر را درد ندیه درد اولاد خود مادر را درد اولادشان ندیه دیگه دوستا سمیرا دانه بکده دوستای سمیرا دانه بکده من کاملا سرخ میزه سر میشی دیگه جنم کمتر روش زهتره سرخ میزه دنبال دانه سرخویه دیگه دوستای عزیز من مطمئنم که بعضی اکثر میگه که یا حتی همین دانه داستان هم ویدیو میگیره از این کسایی که خدمت را میتونم کلاگه میدم به شما چیز شد فیلم میگیریم دیگه دوستای عزیز بیننده از این دسته عزیزای از این دسته خانواده از میاریده باید هر چیز خونجا شریک کنیم دیگه دوستا امرا جان به مکتب مرفت از مکتب این دانه را زدن این روزی مکتب رفت دانه تا نیست تمام شد دانه بکده بس تا میره دندون خیاطی دیگه جنجال نه نمی‌فهمم دوست چیکار کنیم دیگه ما خیلی تشویشیم نمی‌فهمم شما نظر بدین راحت‌تر ببریم و ما می‌دیر کنم می‌بریم پخش می‌دیم دیگه ولی شما دوستا که شما نظر خودتر بدین که ما چیکار کنیم راحت‌تر ببریم و آجای می‌دیم راحت‌تر کار نمیشه حالا ادامه می‌دیم چیکار میشه دیگه خیلی تاو داره تمام سرخه اذیت میشه نمی‌فهمم چیکار کنیم خیلی چوب به فکر ماندم از یکیم چو آرزو داشته برای دوستا کم که درگاه واش شده دینجی ایدایده نسیم کنم تا دفعه ارتباطش سر گلیشته دست گشته بابای دکتان رفتی اسپاس سوره کشتم را بابای را شانم تو بدت پرید میکش نشون کشت به دستش اینجا بیستی چرت بیستی فکر سربر شده
اینی که بیگاه خطاش داریم ما اینا ساعت 5 میذاریم 5:30 این دو بیگاه خطاش داریم میومدن بسته ما دستور دادیم دستی بردیم خود منطقی مختار نچکه اشتازی از پیش برش دادیم مشکل خودی بشم دیگه من خودم چکه رستم دیگه چکه شد همه ایشی خود سرگنش دیگه دفعی که از این درس خوبم مقصد کشمش سیاشتر دیگه دوستای علی بخیر انسان راسته این روز از اینجا زنگ راستی زنگ زدیم به مکتب استاد چه کشک جواب نداد خودم رفتم از من بگم که چیزه امرا دانه بسته دانم که کشک بلن بگم که مکتبم دانه باستو دانه بسته بریش تاویده ده بریش آبش که تاونم بره همچنین دیگه این زمان میده مکتبم دیگه اینال دوستا راجع خانه نبود برای زنگ زدم گفت به زیارت کردم بیا سنبت نداشتم اصلا اومدم پیشم شد چیز از او پترس گندم دلیل پترمی تیکنی نمیتونم دوره بده چیز دانه را مهمان کرده چی کنه دیگه خلاصه این برنامه رو ما زی خاطر گفتم که همشون دوستا اگر دم نظری دیدیم که آدم کدام که مثلا شعر باشه سرشون برات میشه دیگه دویم دیگه یک چیز مونه که مثلا دا یاد آدم مونه که آجای چرکم زیر گندم رو زیر خم کرد دیگه کسایی که یاد نداره امین کارای قدیمی رسیدهاش قدیمی را ما انجام بده باز ما کمرمند ندارم باش در خودم پیش برم میشوندیم بشونیم تای سرشی دیگه دوستا تای سرشی این قلبه نشته این قلبه نشته تای سرشی شانه سرمه سام اشته نیگره اشته باشا پیدا نیگره اشته دیگه سرمه اینه شانه آو قلبه نسخه خوب نظر بدین سر مقدار کارم شدید نکاره کردیم شدیم جمعی لکه بزیار شرط زیان کار کنیم کنیم خیلی مشکل که واسه دعا دارم شما دستای عزیز دعا کن زیر ترسم را جان خوب شنه ترسم خبر اگر دستای عزیز خدایا نگهدارشون تا برنامه های دیگه منتظر نظرات قشنگتون جوابای شما هستم دستا دیگه منتظر دعای شما هستم از التماس دعا کن بنده امرا جان دیگه خوب شنه خدای مادر پدر را درد نده دیگه تمام مرزا شفا بده دوستای عزیز باش ممی ما یک رک سخت منو در بیغ نه منو هیچ فهمیده نمیشه بخاطر بگی صدا اگر امرو وصل کنم نور کن بر بیغ نه که وصل نکنم و صدا نمیه شما میره نظر بدین چی رقم ممی ما یک استفاده کنم نه نظر خودم که صدا بیغ نش فهمیده نمیشه دیگه خدا یار نگهدارشون دستای عزیز منتظر نظرات قشنگ شما هستم